100% الان با خودت فکر میکنی که مکسر چرا دوباره داخل فرودگاهی و دوباره میخوای بری کجا؟ وایسی چند ثانیه دیگه میفهمید. پس برو که بریم. بالاخره رسیدم و خوش اومدید به مالاگا اسپانیا، شهری که قرار بود الان بیام و بریم اشغال کنیم. الان اومدم وسط مالاگا و میخوام برم یه چیزی بخورم. خیلی گشنمه، یه چیزی پیدا کنم قبل از اینکه بریم واسه ایربی. یه خونه یا حالا اومدم اجاره کردم که خیلی چیز باحالیه، ولی خب قبلش اول چون که ساعت 3 باز میشه، یعنی ساعت 3 میتونیم چکین کنیم بریم داخلش، به خاطر همین اول برم یه چیزی پیدا کنم بخورم. الان صبح، بعدش دیگه کم کم میریم واسه یه خونه دیگه. الان اومدم یه رستوران خیلی باحالی و الان میخوام یه چیز گوشتی سفارش بدم. من چون که فقط گوشت میخورم، یعنی چیزایی مثلا گیاهی و اینا زیاد دوست ندارم، بیشتر چیزی که داخلش گوشت باشه. به خاطر همین الان دارم سفارش میدم اینجا که بخورم گوش مکسرتون بزنه رو به راه بشه گوشینم وجود. ببینید اینو سفارش دادم. این داخلش گوشت خشخا هست و یه سس باحالی، اینم که خودتون میدونید دیگه. اومدم مرغ و سیب زمینیه. آقا اینو سفارش دادم، نگاه چه چیز خفنه، ولی خوب کوچیکه، اینقدر به ظاهرش فکر نکنید ولی خیلی چیز خفنیه. این ساندویچ بود بهتون گفتم خیلی خوشمزه است، یعنی یه حالا چیز الان این گوشتشو وسطش بود خوردم با پنیر و اینا، وای عجب چیز بیفه، یعنی پشماتون میزه. خیلی ببین خوشمزه است. اولین بارم اینجور مزه ای دارم حس میکنم، اینقدر خوشمزه است که غذا رو زدیم و اینا و الان یکم اومدم داخل این وسط شهر دارم میگردم. کلا خیلی امروز هوا گرمه و خیلی هم آدم ریخته اینجا، یعنی اصلا اینجا همه آدم ریختن بیرون و دارن غذا میخورن. یعنی این داشمون نمیدونم بدرکاری احتمالا دارم میکنم، ولی خب خیلی جایه یعنی زنده ایه، اصلا آدم ریخته ها. اینم وسط شهر مالاگا که اونم یه خیابون خیلی معروفیه. قبلا اومده بودم ولاگاشو گرفتم، ولاگاش این بالا یا این بالا میاد، برید حتما ببینید. اون داخل کریسمس بود، اینجا رو تزیین کرده بودن ولی خب الان برداشتنش و اینم دیگه وسطی ترینه دیگه داخل مالاگا. آقا رفتیم این یخ در بهشت چی بهش میگن، از اینا گرفتم. خب ببین اینقدر گرم اینجا، یعنی دارم عرق میریزم، یعنی دارم به فنایی میرم. گفتم یه دونه از اینا بگیرم که هوا چیز بشه، خوب بشه. نگاه پلیسو کن، پلیسو ببین. به 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 به. اومدیم لب حالا این بندرگاه خود همین مالاگا. قبلا اینجوری بود که از این کشتی‌های بلند، حالا کشتی‌های بزرگی نبود اونجا. الان از این کشتی‌های بزرگ است و خیلی لوکسه. نگاه بکنید پشمام ریخته، خیلی لوکسه و خیلی هم باحاله. قبلا اینا نبود، ولی خب داخل ولاگ قبلی نبود، گفتم بهتون نشون بدم. خب آقا بعد از غذا و اینا که رفتیم و اینا، الان دیگه کم کم میریم یه غذا دیگه هم بزنیم. بریم یه جا رستوران چینی هست اونجا، بریم یکم غذا بزنیم، گوشت موشت بزنیم بردن، حالا اونجا بیاد. بعدش بریم ایربی. وسایل همینجوری که میبینیم، این کیف کولمه و دارم میرم دیگه. آره بریم سمت اونجا، نزدیک همون خونه هم هست، یعنی نزدیک ایربی هم هست، همون جایی که میخوام برم. پس برو که بریم. رسیدم و اینا، بریم. مثل اینکه این رستوران است، خیلی تعریفشو شنیدم. بریم ببینیم چجور. نگاه بکن پشما، اینو ببینی، نگاه کن دقیقاً به سبک یعنی چینی درست شده. نگاه بکنید، یعنی قشنگ میرید داخل، از اینجا داخلش وارد چین میشید. اینجور جای داخلش ببینید، نگاه کن کامل انگار اصلا داخل چین. بعدا اینجا ما میریم مثلا هات پاپ، یعنی میایم اینجا گوشت و همه چیز دارن، خودشون میام میندازیم داخل چیزی گرم میشه و میخوریم. یعنی اینجور سوپ دارن، اینم گرم میکنه
میایم گوشتا یا حالا هر چیزی که بهمون میدن مثلا اونو میندازیم داخل یه حالا حالت یعنی آب مانندی داره، جوش میشه و میپزه و میندازیم اینجا و میخوریم. عجب حال میده. اینجا هم همون چیزایی که میتونید حالا مثلا تندش کنید یا حالا به همون آبی که میخواد داخلش بجوشونید همون گوشتا رو مثلا طعم اضافه بکنید. خب بریم واسه اولین چیز رو امتحان بکنیم، اولین گوشت رو ببینیم چه جوره. چه خوبه این گوشته. میندازم داخل این سس گرجه یا اون خیلی عالی میشه. خب بالاخره رسیدیم به ایر بی ام بی و اینا، ولی خب الان شب شده، نمیخوام بهتون نشون بدم، میذارم که صبح بشه چون که فضای فوق العاده قشنگی داره بالکنش و الان بهتون نشون نمیدم، بذارید تا فردا بشه. برو که فردا بهتون نشون بدم. خب بالاخره وقت این شد که خونه رو بهتون نشون بدم. اینجا که در ورودی همین اولش همونجور که میبینید یه مایکروویو، یخچال، اینجا هم این در رو که باز کنیم همین دیگه خلاصه همین چیزاست دیگه، چیز حالا شستشو و اینا. اونجا اتاق خوابه، اونجا هم میریم واسه چی؟ میریم واسه یه اتاق حالا نشستن و حالا که اونم خودش تخت مخت میشه. اول اینکه یه کلیدی بهمون دادن و اینم حالا خلاصه میز غذاخوریشه. اینم که همونجور که میبینید آشپزخونهشه و اومدن خلاصه حالا این چیز بهمون دادن و همچنین یه آب شنگولی هم گذاشتن که همون واین خودمون، همون شراب خودمونه، ولی خب ما که اهلش نیستیم. استغفرالله. بریم اینجا. همین خوبه که اینجا یه دونه از اینا هست، خب یه دونه از این کولرها داره. اینم که همونجور که میبینید از اینجا میتونید بکشید و تخت دومش میاد، میتونید حالا هر جای دلتون میخواد بذارید، یعنی اینو بیاریدش اونجا یا اینجا فرق نمیکنه. و میریم واسه داخل بالکنش هم اینجا نوشته اگر بری بیرون از بیرون نمیتونی وازش کنی، پس حواست باشه رو خودت نبندیش که گیر میکنی. اینجا هم حالا اومدن یه چیزی واسه سیگار گذاشتن، اگر کسی که سیگار میکشه میتونه بشینه. و این پنجره هم که همونجایی که حالا اتاق خوابمونه و یعنی میتونیم داخل اتاق خواب داخلش باشیم. اینجا هم داره یارو در خونه درست میکنه. اینجا هم که همونجور که میبینید یه ویو فوق العاده رو مشاهده میکنید که اصلا مردم هم نشستن دارن آفتاب میگیرن، بعضی هم مثلا کامل لختن. و اونجا میبینید اونجا استخر ما، یعنی استخر کامل اینجاست، یعنی ما میتونیم همین الان بریم اونجا چیز کنیم، استخر یعنی اشغال بکنیم. ولی خب الان نمیخوام استخر برم چون که حسال استخر ندارم امروز، ولی استخرش خیلی قشنگه، خیلی خفنه. اونجا هم مردم نشستن، هم چیزه. بریم اتاق خوابم بهتون نشون بدم با دستشویی. خب همونجور که میبینی اینجا هم دستشوییشه. دستشویی یعنی چیز دیگه عادی داره. اینجا هم حمومشه و میریم واسه اتاق خوابش. اتاق خوابش خیلی باحال. اینجا خودم هم داشتونه. اینجا هم حوله بود. الان من خودم دوباره گذاشتم چون که خوابیده بودم، اینا رو کامل به هم ریخته بودم. خیلی چیز باحالیه. و اینجا هم همون پنجره است که میره دوباره واسه بالکن و اینم که دوباره کولر خیلی خوبه، یعنی خدای نجاتم داد از گرمایی. من چون که واقعا خیلی آدمه، یعنی سر گرم باشه من خیلی بد میاد، یعنی سرما باشه برام مشکلی نیست ولی گرما بفهم. به خاطر همین اینا واقعا نجات دهنده. و اینم بیرون خونه است، یعنی همین داخل آپارتمانه. چه جا بالیه. ولی خب همین الان بریم بیرون ببینیم چه خبره داخل این شهره. رسیدیم کم کم پیش ساحل. بابا نابو کنی دریا رو ببین. ای خدا. آره دیگه کم کم دارم میرم و ببینم یه رستوران چیزی پیدا میکنم، خیلی گشنمه، یه چیزی بخوریم و همین دیگه. اینجا هم که میبینید از این مغازه‌ها دارن. خب آقا الان اومدم یه رستورانی اینجور جاییه و الان سفارش دادم و اینا بزنیم بر بدن. عشق و حالا نزدیک خیابونه اینجا، یعنی اصلا راحت میتونن اینجا خیلی جای نشستم اینجا، یعنی یه نفر بیاد قشنگ میتونه گوشی موشیمو بزنه، همش مجبورم بذارم داخل جیبم. و آره دیگه اینم از غذای من اومد و دیگه بزنیم اشغال کنیم. بابا
همونجور که میدونید ببین از اینا خیلی خوشمزه است و از اینا من خیلی دوست دارم، همیشه سفارش میدم. و اینکه این فکر کنم بچه همین بچه اشباست، بچه اشبا میشه همینا، خیلی خوشمزه است. عالی. این مزه فوق‌العاده‌ای داره، نمکی هم هست. آقا اومدم اینجا میخواستم برم لب دریا، خلاصه عکس مکس و اینا بگیرم و اینجا رو نگاه بکنم، مثلا اومدم اینجا، ولی خب اومدم به این برخوردم که همین ماساژ واسه همین ماهیا میان ماساژ پاد میدن. احتمال نمیدم امروز برم، اگه برم روزای دیگه میرم، ولی خیلی باحاله. ولی بعدن حالا یه سر بهش باید بزنم. اینجور جاییه، میریم این پایین، اونجاست. خب ببینید چه جایی اومدم، همون جایی که میخوام عکس بگیرم و اینو ببینم. میخوام اینجا بیام عکس بگیرم. اونجا هم نشستن اشغال دارم میکنن. نیا کن اینجا هم اومدن کشتی مشتی و اینا هست و اینجا هم دریا. حواسم باشه گوشیم نیفته بین این لایه ها، بعدم به فنا نرم. آقا یه چیزی که داخل ذهنم خورد اینه که همه حالا میگه داخل اینجا هم هست، خارج هم هست، حتی داخل ایران هم هست. آدم بی فرهنگ دیگه. آدم میاد همه جا میبینید مینویسه. آقا چرا میای بنویسی؟ آقا چرا مینویسی؟ ننویس آقا. چرا نکن؟ keep it clean. اومدن نوشت. خب ننویس، تو که میگی که بعد تمیزش کنی نباید بنویسی. ولی خب اینجور جاهیه ها. به نگاه بکن، اومدن سیگار اینجا. نگاه بکن آژغاله ها. ولی داشت اینجوری سیگار میکنی؟ خودم اشغال دارم میکنن. آقا نگاه بکن اینجا دریاهش با رنگ اونور دریا که آبی تره، میزنه به مشکی. اینجا کم حالا چیزه نمیدونم داخل دوره مشخص میشه یا نه، اونجا با اینجا کنی که فرق میکنه. این دوتا هم نشستن اینجا ای دارن آهنگ گوش میدن، کلشون پیداست، 2 نفرن. اونم که ای دارن پشتک میزنن. اونجا هم دریاه ساحله که همه نشستن دارن خلاصه اشغال میکنن، آفتاب میگیرن و فوق‌العاده فضای خوبیه. اینا هم ببینید اینا هستا، اینا به شکل یه بزافه است اینجا اومدن گذاشتن. منم که اینجا نشستم عشق و حال به راه کلن و ای خدا به. آقا برگشتم خونه، اولی چند تا چیز واسه خونه گرفتم، چند تا آب و خلاصه چند تا چیز خوردنی که گشنم بشه. بعدن اومدم یه بستنی هم گرفتم. این بستنیه خیلی خوبه، من خدای خیلی خودم دوست دارم. هزینه تا اینو میگیریم اول، وایسید بریم بیرون. آره دیگه اینجا میشینیم و هم از منظره لذت میبریم و هم اینو میزنیم. و یه چیزی که هست اینه که امروز پلن دارم، البته اونجایی که میخوام برم رستوران جدیدیه و من پیج اینستاگرامیشون رو قبلا دیده بودم و نمیدونستم داخل مالاگا فوق‌العاده برگرای قشنگی، یعنی پشماتون میذاره، برگرها خیلی فوق‌العاده میزنن و از اونایی که مثلا زیاد گوشت داره، نمیدونم زیاد پنیر داره و اینا. من خیلی از این برگر دوست داشتم ولی خب نمیدونستم اینجاست. امروز جوری شلوغه که باید رزرو بکنی بری، نمیتونی بدون رزرو بری. خاطر همین رزرو کردم ساعت 9 شب، الان ساعت 8، یعنی یه ساعت دیگه باید اونجا باشم و خلاصه دیگه میریم اونجا ببینیم چه خبره دیگه. یعنی خیلی ذوق داره. داخل این ولاگ هم اینجوریه که این یه هفته‌ای که اینجا هستم میخوام همشو داخل یه ویدیو براتون کنم. اگر شما میخواید چیزای باستانی، چیزای تاریخی مالاگا رو ببینید، قبلا یه سال پیش اومده بودم و از تک جاهاش، حتی تک جاهای تفریحیش براتون فیلم گرفتم. برید و ببینید و عشق کنید. زدم از خونه بیرون و دیگه کم کم دارم میرم سمت همونجا. الان 8:20 است، 9 با اونجا باشم و ببین واقعا خیلی ذوق دارم که اونجا ببینم واسه اولین بار و یه تستی بزنیم ببینیم چجوره. اگه خوب بود واقعا جاشو براتون میذارم. خب شما هم برید اشغال بکنید، ولی خب باید رزرو کنید چون که همیشه پر نام هستن. خب
خب آقا اومدیم اینجاست. فکر کنم یه دونه از اونجا یا اون یکی برای ما رزرو شده و حالا دیگه منتظریم که سر موقع حالا بریم دیگه. ولی ببین داخل این خیابونه از این چیزا مثلا کیفای فیک، کفش فیک خیلی میفروختن. از اینجا همون قبلا هم که اومده بودم حالا داخل 100% داخل ولاگا بهتون نشون دادم. خب از اینا خیلی میفروشن. بعدن اون پلیس الان اون جلو بود، همین الان رفت. اون تا اونا رو میبینن میندازن پشت کولشون رو در میرن. آقا من یه چیز سفارش دادم واسهتون، حالا اینجا عکسش میذارم. اینجا بهش گفتم اینو میخوام، گفت مطمئنی؟ گفتم آره. چرا میگی مطمئنم؟ مگه بده؟ گفت نه آخه با 1 کیلو قشنگ 1 کیلو گوشت میاد، این 4 تا روشه، یعنی اصلا خیلی بعضوره. میتونی تمامشونی؟ گفتم آره آجی یه بار تو رفت بده ما میزنیم بچه ایرانیم دیگه. ای خیلی آقا برام آورد اینه و اینم گفت ای دستکش میخوای واسه آوردم که بخوری. اینجور چیزی پشمو چه چیز خفنی. همشو خورم، اینقدر دیگه بیشتر نمونده دیگه، دارم کم کم فول میشم. یعنی بیشتر 1 کیلو فقط گوشت بود، حالا به غیر از حالا این چیزا. خب آقا اینقدر خوردم که یعنی نفس کشیدنم واسم سخته، اینقدر مجبور بودم. ولی خوشحال شدم تونستم کاملا همشو تموم بکنم. بعدا اون یارو قشنگ اینجوری بود میگفت که واو دم گرم تموم کردی. برای این ساندویچ دیگه داشتن اون 2 کیلو بود. اون 2 کیلو گفتم ببین من 1 کیلوشو به زوری تموم کردم، ولم بکن دیگه نمیخوام. 2 کیلو دیگه اون واسه کسایی که واقعا دیگه میتونن. ولی خب آره دیگه تونستم به موفقیت تمومش کنم. همینو خواستم بهتون بگم، پرچم بالاست و اینا. و آره کسی هم خواست بیاد، واقعا خوشمزه بود، واقعا خوشمزه بود. همبرگرش هم 28 یورو شد، ولی خیلی خوشمزه بود. بهتون پیشنهاد مکینه. آره. خب روز جدید و یه روز دیگه. آقا دیروز که من این همبرگره رو زدم یعنی ببین نمیتونستم نفس بکشم، انقدر که یعنی پر خورده بودم دیگه. هیچ دیگه مستقیم رفتم بخوابم، یعنی انقدر من خستم بود، با انقدرم اون سنگین بود که یعنی ببین بیهوش شدم. دومین چیز هی نصف شب بلند میشدم هی آب میخوردم چون که سنگین بود، نمیدونم بدنم هی به خاطر این همبرگره خیلی هی آب نیاز داشت، هی آب میخوردم، هی آب خنک دارم میگه آب میخوردم نصف شب بلند میشدم و هی آب میخوردم خلاصه. و امروز قرار بریم یه شهری که داخل مالاگا نیست. من تا حالا اونجا نرفتم، داخل ولاگای قبلی هم بهتون نشون ندادم. پس امروز میریم و 1.5 ساعت با اتوبوس از وسط شهر مالاگا بریم اونجا. ولی خب اول از ایربی مون که نزدیک بنامادنا هست، همینجور چیزی اسمش، و بریم سمت وسط شهر مالاگا و بعدش از اونجا بریم همون شهر واقعا یعنی انگار یه شهری من فقط داخل سوئیس رفتم اینجور شهری دیدم، یعنی اونجور سبکی خیلی باحال. بریم که ببینیمش. اومدیم اینجا اتوبوس بگیریم. اینه که بلیتش شد 10 یورو 12 یورو و خلاصه از این ور بریم اونجا. بالاخره رسیدم. اونم شهری نیست به جز شهر لوندای اسپانیا. خیلی اینجا واقعا قشنگه. بریم جای قشنگاشو بهتون نشون بدم، جاهای خوباش. جایی هستیم به نام پل قدیمی این شهر و پل این قدیمی خیلی کوچیکه، یعنی اینقدره و واقعا قشنگ هم هست. ولی پل جدیدش هست الان بعد اینجا میریم که اون دیگه خیلی بزرگتره. الان نگاه اونجا کن، پایین نگاه اون بر کن. واو مثلا عالی 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 عالی، خیلی قشنگه. نگاه بکنید چقدر جاهای توریستی داره. نگاه اونجا، بعد اینجا هم یه چیزی هست خب که این بالا یه حمومی هست به نام حموم عرب ها. ولی خب الان نمیتونید داخلش حموم کنید چون که یه جای تاریخیه، فقط بهت فیلمشو نشون میدن. ولی خب جاش هم هست. و آره دیگه بریم واسه پل جدید، سمت پل جدید. فکر کنم اون برا باشه. رسیدم به همین جدیده و اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، هر رستوران رو ببین، نگاه کن.
به چه منظره اونورش هم هست، ولی خب عجب جای اونجا دیگه کی زندگی میکنه اون بر، یعنی اونا دیگه پولدارای شهر. قشنگ اونجا بودیم ها، ولی خب الان دوباره اومدیم پیش اینا و الان میرم اونجا، بعدن میرم اینجا که میخوان برگردیم از اینجا میام که از اونورم نشونتون بدم چه حالا قشنگیایی داره. بریم اونجا چند تا عکس مکس بگیریم و دیگه تمام بشه بره. جونم به مولا که رسیدیم به اینجا. چه جاییه نگاه کن. اوه چقدر سبز مبزه اونجاست، میبینی؟ یعنی همه اینا اونجا هم پول یارو زده از خونه‌ش، نمیدونم از تراسش، اونجا واسه خودش تراس زده و شبم که میشه اونجا پروژکتور گذاشتن 100% دیگه چیزه اینجا روشن میشه که واسه هم ببینن. و یه سرم شب اینگار بیام که ببینم چه شکلیه. بال نیست. به یعنی کامل از اینور، از کجا خدا ما اومدیم، از اونجا ما اومدیم، خب کامل از اونجا پیاده روی کردیم رفتیم اونجا عکس گرفتیم، بعد از اونجا رفتیم پشت خیابونا پشت انداختیم و دیگه خلاصه اومدیم اینجا. اینم یه منظره دیگه از اونجا بهتون نشون بدم. نگاه کن. تا اونجا عجب منظره‌ای داره، انگار نقاشی شده است، ابراش مبراش همه چیزش. خب اومدیم یه سمت دیگه پل، نگاه بکن. یا خدا خیلی باد میزنه، زدم میره این گوشیم از دستم بیفته. و اینجاها رو ببین. به ما خونه‌های خراب شده است، بگم قدیمیه خراب شده. اونجا هم راه داره. بود از شهر هوندا و خیلی باحال بود. الان داریم میریم سمت مالاگا چون که دیگه آخرین چیزشه، دیگه آخرین اتوبوسشه و فقط همین پول مردم میان میبینن چون که واقعا منظره قشنگی داره. بالاخره آخرین روزی شد که ما داخل مالاگا هستیم. بیشتر چیزای خوبو بهتون نشون دادم. اون چیزایی هم که بهتون نشون ندادم این بودی که قبلا داخل ویلوگ قبلی بهتون نشون داده بودم. حتی بار این بالا یا این بالا میاد برید ببینید. حتی لینکش هم داخل دیسکریپشن میذارم. یه اسپرسو بگیرم و دیگه بریم کم کم وسط مالاگا. داشتم میرفتم غذا بخورم که دیگه کم کم بریم سمت فرودگاه، ولی خب می‌خواستم برم غذا بخورم اینو دیدم این وسط مالاگا استاد. اینجا اینو ندیده بودم قبلا، هم نشون ندادم، خاطرم گفتم بهتون نشون بدم. چه قشنگی، نگاه بکن. وای ببین که چی سفارش دادیم. اسپاگتی با این اسپاگتیه، روش هم همش میگوه و اینم منظره زیبا اینجا. بابا خیلی خوشمزه بود غذا، یعنی واقعا عشق و حال داد. یعنی واقعا میچسبید با اون طعمش. و خب الانم دیگه هیچی دیگه، الانم میرم یه چند تا از این بیت کوین دارم. حالا بیت کوین حالا زیادی نیست، همش فکر کنم 100 یورو بیشتر نشه. برم یه مغازه هست اینجا یه اکسچنجش کنم، پول بگیرم، بعدنش هم دیگه میرم سمت فرودگاه. رسیدیم به فرودگاه که بریم کم کم سوار هواپیما بشیم. الان اونجا نزدیک حالا اونورا که مستقیم برم، همینجا میبینید چه آدم وایستاده اینجا. اینجا سکیوریتیه و از اینجا برم و خلاصه چک میک کنم. خیلی هم آدم هست، طول میکشه و میرسیم به هواپیما دیگه. برو که بریم واقعا. خب از سیکوریتی رد شدم و الان دیگه بریم سمت همین پرواز. خوب بود که فقط همین چکین رو داخل همین گوشی انجام دادم و دیگه نمیخواسته ساعت زودتر بیایی و اینا و معطل بشی. الان بریم مستقیم سمت هواپیما یه 10 دقیقه تاخیر کرد بدبختی. دیگه هیچی دیگه 10 دقیقه بعد زیادتر بشینیم، خدا کنه بیشتر تاخیر نخوره.
حاجی اولین نفر سریع رسیدم، چیزامو انداختم اون بالا اومدم نشستم و خیلی آدم هست اینجا. بعدن کنار پنجره هم اینجا نشستم، اینجا خیلی خوبه. به 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 به.